خواندن هم دواست و هم سم. قدرت خواندن از سقراط تا توییتر. به نویسندگی فرانک فوردی و ترجمه محمد معماریان. این کتاب در ظاهر یک بررسی تاریخی و فلسفی درباره خواندن به نظر میاد، اما در واقع چیزی فراتر از اون ارائه میده. یک بازاندیشی درباره اینکه چرا خواندن تا این حد مهمه، چه نقشهایی در طول تاریخ داشته و چرا حتی امروز با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هنوز باید ازش دفاع کنیم. خواندن، دارو یا سم. کتاب با یک بحث قدیمی شروع میشه. نگاه سقراط به نوشتن و خواندن. سقراط معتقد بود که نوشتن و خوندن ممکنه به ذهن انسان آسیب بزنه، چون باعث میشه حافظه و قدرت تفکر زنده آدم‌ها ضعیف بشه. اون اصطلاح فرمیکن رو به کار میبره که در زبان یونانی به دو معنی دارو و سم هستش، که یعنی خواندن هم میتونه نجات بخش باشه و هم خطرناک. این نکته از همون اول جذابه. چرا چیزی به ظاهر مثبت مثل خوندن میتونه هم خوب باشه هم بد؟ فوردی این سوال رو در کل کتاب پی میگیره و جوابش اینه که خوندن یک قدرته و قدرت همیشه دو لبه داره. فوردی بعد ما رو میبره به گذشته. در قرون وسطا خوندن بیشتر در اختیار کلیسا و اشراف بوده. کتاب‌ها نایاب و پرهزینه بودن و فقط گروه کوچکی بهش دسترسی داشتن. با انقلاب چاپ در قرن 15 کم کم کتاب‌ها ارزان‌تر شده و افراد بیشتری تونستن کتاب بخونن. اینجا تازه دعواها شروع شد. چون بعضیا معتقد بودن خوندن زیاد اخلاق مردم رو خراب میکنه. در دوران روشنگری کتاب و مطالعه ابزار اصلی آزادی و پیشرفت شد. اما باز هم نگرانی‌هایی وجود داشت، مثلا اینکه آدم‌ها بیش از حد غرق کتاب بشن و از زندگی واقعیشون فاصله بگیرن. این تضادها جالبه. همزمان که کتاب‌ها مردم رو باسوادتر و آزادتر می‌کردن، عده‌ای نگران بودن که این آزادی از کنترل خارج بشه. یک بخش مهم کتاب ماجرای رمان هاست. وقتی رمان به عنوان یک ژانر محبوب وارد شد، جامعه واکنش‌های عجیبی نشون داد. برای مثال، انتشار رمان‌های رنج‌های ورتر جوان اثر گوته در قرن 18 موجی از نگرانی‌ها رو به وجود آورد، چون که میگفت باعث افسردگی و حتی خودکشی جوان‌ها میشه. خیلی‌ها رمان رو متهم کردند که احساسات رو بیش از حد تحریک میکنه و مرزهای اخلاقی جامعه رو میشکنه. جالبه بدونید در همون زمان بعضی از والدین دخترها رو از خوندن رمان منع می‌کردن، چون فکر می‌کردن دخترها رو خیال پرداز و ناسازگار می‌کنه. فوردی این مثال‌ها رو میاره تا نشون بده که همیشه نسبت به خوندن یک ترس اجتماعی وجود داشته. اینکه خوندن